حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره‌های دسته فوتبال بارسلونا، هنرمندان و آوازخوان‌های معروف و یک عده شخصیت‌های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی‌های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم‌های سرشار از تحقیر و بی‌احترامی به این گروه دایر می‌شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او علاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخوانی کسب و مایه روزگذرانیش بوده. در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکس‌های از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.